نمیخواهم که او را فقط زندانی کنند. وای با ایسلو چی کار کرد؟ بگذار با او هم این کار را کنند. این مادری آیسلو مکاشوه 17 ساله است. دختری که میخواست به خانه دوگانه‌اش رود و در راه از سوی راننده یک ماشین تجاوز دید و کشته شد. جسد او را این راننده به وادی بوم برده پرتافت. مرد گمانبر قبلا هم برای جنایت جزا گرفته است. آیسلو را چند روز پیش به خاک سپردند. نزدیکانش از پرزیدنت و رهبر خدمات امنیت خواستند که برای حفظ دختران در قرقیزستان چاره اندیشند. چنین حادثه ها اینجا پیوسته تکرار می شود. دختران جوان را تجاوز و قتل می کنند و جسد را می پرتایند. می خواهم که شما نسبت چنین جنایتکاران چاره اندیشید. محترم قمچیبک توشیف، خواهش می کنم صدای مردم را بشنوید. این دردآور است، خیلی بد است. و دخترک 17 ساله را کشت. ما چندین روز او را کفتیم، امید داشتیم که زنده میابیم. حالا ما جسدی بیجان او را به آغوش گرفته ایم. ما طلب کمک داریم. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان، گمانبر پس از پنهان کردن جسد دختر پی جنایت را پاک کرده، ماشین را شسته، سیم کارت و تلفن موبیل خود را نیست کرد. او را پس از 3 روز در یکی از ناحیه‌های بیشکک پیدا و بازداشت کردند. پرونده کشتار را پرزیدنت قرقیزستان زیر نظارت شخصی خود گرفته است. او دستور داد که برای جنایت‌های ضد کودکان و زنان جزای سخت‌ترین پیش بینی شود. گپ سری جاری شدن حکم اعدام برای تجاوز کودکان و قتل زنان می رود. پرزیدنت صادق جابروف بر این است که مخصوصاً جنایت ضد کودکان و زنان باید به جزا نماند. اوتیر عبدالرحمت و امبودسمن سابق قرقیزستان میگوید با وجود اظهارات و ادعای مقامات در عمل حالتی برعکس دیده می شود و گفته وی به دلیل مشکل بودن دسترسی قربانیان و نزدیکان آنها به مقامات اکثرا مردان آزاردهنده بی جزا میمانند. به تاکید عبدالرحمت و باید جوابگری نسبت کارمندانی که به چنین جنایت‌ها سری وقت واکنش نمی‌کنند سخت‌تر شود. در اغوا وجود تلاش‌های ما برای تحکیم جزا در قانون چنین حادثه‌ها کم نمی‌شوند. اگر ما به این قضیه‌ها فوراً واکنش نکنیم، این حالت ادامه خواهد کرد. مثل کشورهای دیگر، مرافعه‌های دادگاهی وابسته به خشونت و تجاوز علیه کودکان و زنان باید آشکار برگزار شوند. در چند سال اخیر حادثه‌های زیاد و وحشتناک آزار جنسی زنان و دختران قرقیزستان را تکان داد. بنابر شاخص بی‌خطری در جهان، سال دوم است که قرقیزستان خطرناکترین کشور آسیای مرکزی برای زنان دانسته می شود.